آموزش جدید دیگه بزن بریم که آموزش ببینیم. قسمت کلاژ بدیم، شبکه یا تلفیق یاد گرفتیم. امروز می‌خوایم گره رو با هم یاد بگیریم، روش ضربه میزنیم و گفته که از 2 تا 9 تا عکس شما میتونید واردش کنید. 2 تا 9 اوکیه، بریم درستش کنیم. من میخوام 9 تا عکس وارد کنم، ببینیم چه جوری میشه. 9 تا وارد که کردیم یه حالت خاصی بهش میده، عمودی افقی. ببین میتونی عکس ها ضربه بزن. جاله نه، حذفش میکنم، ایشون هم حذف میکنم. خیلی چیز باحالی بود، خوشم آمد. یکم زوم میکنم عکسامو. وای جاله، خیلی خوشگله بچه. این آموزش خیلی باحال بود، خودم خوشم آمد. خب میتونی به این حالت باشه که به نظرم اوکیه. ذخیرهش میکنم. و حالا این چی شد؟ بیاید عکس با هم دیگه ببینیم. اینجوری شد عکسمون، خیلی باحال شد.